عاقد اومد. سلام. ایوا حیف تو نیست عزیزم، این کرکس چی آخه داری زنش میشی؟ هنوزم دیر نشده ها، میخوای نخونم؟ یعنی چی خانم؟ بخون تو رو خدا، آبرومون رفت. خب دوشیزه محترمه مکرمه خوشگل نازه جینگول، وای عزیزم چقدر خوشگل شدی. مرسی عشقم. آرشکو کجا رفتی؟ خانم هیس تمرکزمو به هم نزن، پل میشم با اون شسماق عقدت میکنم ها. خب آیا بنده وکیلم که شما را با مهریه چی؟ 10 تا سکه؟ خجالت نمیکشی مردی که همش 10 تا سکه؟ سیسین چه کاریه تو داری میکنی؟ این اصلا معلومه مرد زندگی نیست. الان شما از کجا میدونی من مرد زندگی نیستم؟ از اون قیافت معلومه خیانتکاری، از این 10 تا سکه هم معلومه خسیسم هستی. من این مهریه رو قبول ندارم، خطش میزنم. مهریه 1404 تا سکه به نیت سال 1404، 2000 شاخه روز صورتی، 1000 کیلو نوتلا آلمانی، 1000 کیلو پاستیل بستنی. خانم چیکار داری میکنی؟ ساکت باش وگرنه بیشتر مینویسم. ما اصل کجا میخوای ببریش؟ فعلا هیچ جا. چی؟ دیدی گفتم این خسیسه؟ همین الان از جاجیگا یه ویلای خوشمنظر و لاکچری رزرو میکنی، هوا هم که خوراک شماله، بعد عروسی میبریش اونجا ریلکس کنه. قیمتاشون هم الان خیلی مناسبه خسیس خان. چشم. علاوه بر این یه سری حق و حقوق هم الان تعیین میکنم که سیسیم با خیال راحت بیاد خونه بخت. به نام خدا، حق مسکن، حق طلاق، حق خروج از کشور، حق استفاده از تمامی کارت‌ها و پول‌های داماد، حق بلاک کردن مادر شوهر و خواهر شوهر در صورت دخالت‌های بیجا، حق قطع رابطه با تمامی فامیل‌های شوهر و در صورت نیاز حق قطع رابطه و بیرون انداختن خود شوهر از منزل. موردی؟ چه بهتر، تو رو واسه داداشم میگیرم عزیزم. داداش الهی قربونت برم. مبارکه. شب مراد از امشب